سلام به ویورهای عزیز، خوش اومدید به کانال گرافیک آکادمی. احسانم و خیلی خوشحالم که توی این جمع حضور دارم. قراره با هم دیگه اولین ویدیو کانال رو بگیریم. این کانال در راستای فتوشاپ و گرافیک و ایلاستریتور و یا همون ایلاستریتور، هر کدوم که راحت ترید، قراره بچرخه و شاید هم کورلدرا و اینجور چرت و پرتا هم کار کنه. خب قراره توی اولین ویدیومون یه دونه پوستر جذاب بسازیم برای یک نمایشگاه خودرو. خب که قرار اگه قالبش رو بخوام بهتون نشون بدم، یک همچین شکل پاستیلی و گرادینت های ناز و گوگلی داره و آره دیگه یه همچین قالبی رو قرار ما برای یک نمایشگاه خودرو فرضی پیاده کنه و توش فتوشاپ رو هم بهتون آموزش بدیم. ممنون شد که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو ساب کنیم و دوستان که از آپارا دارن منو میبینن تعجب میکنن که احسان تو که اصلا یه کانال دیگه داری. درسته، این کانال یوتیوب همه و اینکه قراره ویدیو فتوشاپ رو از این به بعد داخل این کانال بذاریم و داخل آپارات هم ادامه بدیم این ویدیوهای فتوشاپ. خب بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیو. لازم به ذکر که توی این کانال ما انواع هوش مصنوعی مختلف رو هم قرار امتحان کنیم و کاربردهای هوش مصنوعی مختلف رو به هم بچسبونیم، یه چیز جذابی بتونیم در نهایت در بیاریم. که اگه بخوام بهتون بگم، من به بقیه که آموزش میدم یه همچین چیزها رو فرستادن تا یک جاهای پیش رفتن فقط. و خب آره دیگه بدون معطلی بزنم سراغ ویدیو. روی نیو فایل کلیک میکنم و خب اگه بخوام بزنم سعی میکنم روی اندازه عمودی بزنم. خب اینو بذارم 1500، این رو بذارم 2100 و رزولوشن همون 300 تا RGB کالر باشه چون نمیخوایم چاپ کنیم و کرییت رو میزنیم. این شد پایه و اساس کار ما منطقه. چیکار میکنم؟ وارد کروم میشم، توی اینجا میزنم recraft.ai. وقتی که واردش میشیم و اکانتمون رو میسازیم همچین صفحه برام باز میشه که پروژه هایی داره که من اولین پروژه هام این بوده که ای وارشید یه چیز عجیب غریب میاد. من روی پروژه جدید میزنم، ما رو به یه همچین پنجره ما رو به یه همچین پنجره میفرسته که بتونیم اون رو اداره کنیم. ببخشید صدام یه لحظه گرفت. اینجا ما میتونیم موکاپ بسازیم، ایمیج رو با هم دیگه ست کنیم، فریم ها رو اضافه کنیم و ایمپورت کنیم ایمیج رو روش تغییرات با هوش مصنوعی بدیم که ما این هیچ کدوم از این کارا نمی‌کنیم بجز همین ایمیج. وقتی میایم یه همچین چیزی میده که عین فتوشاپ با اسپیس میتونید این هند تول رو بیارید و تکونش بدید. روی این بخش که بزنیم میکشونه ما رو به یک همچین جایی که یک عالمه استایل مختلف برای بخش های مختلف، هر عکسی که بخوای رو میتونید با یه استایل بدید بیرون. خب که ما چون اینجوری میخوایم، میبینید که یک پلاستیکی تور و گوگلی داره، میام و اینجا از این پایین پلاستیک تریدی رو انتخاب میکنم. اون عکس هم با همین هوش مصنوعی ساخته شده، خیلی هم چیز جذابیه. میگم یک بنز جی کلاس مشکی بدون بکگراند، ریکرافت رو میزنم یا همون اینتر رو منتظرم تا جنریت کنم. یک همچین چیزی رو به من میده که 2 تا میده. روزانه 100 تا چی داریم که بابت هر عکس یه دونه میبره. و این فوق العاده است، یعنی ببین در حد رایگان نیستن. یعنی شما روزانه باید 100 تا عکس جنریت کنید یا 100 تا کار مختلف کنید که این تمام شه و این تمام شده نیست. این یه چیز خوبه اما نمیخوام از اینجا باشه. حالا اینو من یه دونه میگیرم چون ممکنه خراب شه، بعدی رو خراب بفهم و اشتباه بزنه. اون از این. البته این میشه گفت جذاب. هر دو تا رو دانلود میکنم. اینجا هم میتونید تعداد ساخت ایمیج رو مشخص کنید که حالا
میگه باید برای بیشتر یا کمتر کردنش باید چی بدین دیگه، همین اشتراک بخریم و اینا. از نمای بغل دیدید گفتم اشتباه میکنه و خراب میکنه. از نمای عقب داد، از نمای مجاور. انقدر باید بزن درست در بیاد. یا حالا اونایی که دیگه رشته تخصصی پرامپت نویسی برای هوش مصنوعی میخونه، اونا راحت توی یک ذره میتونن کار در بیارن. یک همچین چیزی داد که به نظرم این جذابتر از قبلی. آره به نظر من اینو بزنیم بهتره. این نه، اینو اکسپورت میکنم PNG، چون بک‌گراند داری PNG دیگه همین میاد. خب بریم برای یه عکس دیگه. یه جای خالی کلیک میکنم تا این کلا خداحافظی کنه باش. برای یه عکس دیگه دقیقاً همون پلاستیک 3D رو اپلای میکنیم. 3D رندر خیلی استایل داره، بیشتریاش هم رایگانه. یعنی حتی برای گرافیک دیزاینرها هم همچین چیزایی میزنن، خیلی جذابه. وکتور هم میشه باهاش زد و آره. اینجا دوباره به پلاستیک 3D رو انتخاب میکنم و میگم یک استند دایره ای بنفش. اینتر. اینا رو به من داد که دقیقاً همونی که میخوام. این یکی اونی که میخوام نیست، ولی این همونیه که میخوام، دقیقاً همون شکل و طرح. همینو اکسپورت PNG میگیرم ازش. میام چیکار میکنم؟ این رو میام رنگشو مثلا یه دون دیگه میکنم. اینو کپی میگیرم ازش. حالا داداشمون نمیذاره، کلا نمیذاره چیز کرد. خب من میام دونه دونه رو باید پاک کنم. اسم رنگش رو بذارم آبی، چون نمیخوام از اون توپای پاستیلی استفاده کنم. اونا هم استفاده میشه، ولی خب اینا جذاب تر میکنه کار. این برای سمت چپش میخوره. یا اصلا یه ماشین دیگه بزنیم. آره بهترین کار اینه یه ماشین دیگه بزنیم. ایمیج استایلش رو همون 3D پلاستیک. یک خودرو لند کروز آبی از نمای مجاور. بزن بریم. خوبی این هوش مصنوعی ریکرافت اینه که بی‌نظیر فارسی بلده، چون 50,000 تا استایل مختلف داره، تو سرتین زمان ممکن بهت میده. و آره یه خودرو لند کروز داد مدرن. حالا اینو من نمیخوام، چون مدرنش رو میخوام. از این 2025 که تو خوابمونم نمیتونیم ببینیم. حالا دیگه اثر مجبوری همینو PNG اکسپورت میکنم و یه دون دیگه هم بزنم. یک اینا بیشتریاشون کراس اوورن تقریبا. خوب یک پاترول قرمز رنگ از نمای مجاور. این مجاور رو میزنم که دو طرفه بده، یعنی یه عکس رو از سمت راست بده، یه عکس رو از سمت چپ بده تا جذاب تر شه، که اونی که میخوام رو بردارم، چون زاویه خیلی مهمه توی پوست. متاسفانه مشکل اینجاست که من حواسم نبود این استایل عوض کنم. ببینید چه عکس عجیبی داد. برای همین روی پلاستیک 3D میزنم و ریکرافتش میکنم با این چیه جدید. گفتم پاترول از این چراغا بالا کلرم داد. دیگه چیز دیگه ای نمیخوام. بزنم میرم سراغ خود فتوشاپ جیگر. خب اول فیلترشکن قطع میکنم که فتوشاپ ما رو تشخیص نده. حالا اگه تشخیص هم داد یه سیو کردیم قبلش حتما. چیکار میکنم؟ میام از اینجا یه گرادینت انتخاب میکنم به این شکل. مودش روی استایلش روی لاینر، انگل 90، اسکیل هم 100، ریورس و اینا هم هیچی نداره. از اینجا میام رنگ رو انتخاب میکنم. پاستل رنگ مختلفی داره. خب
که میتونیم اینا رو انتخاب کنیم. اما دخترون نست، دخترون که نمیشه گفت، رنگای بلش کن. حالا میتونم از اینجاها پیدا کنم رنگ مورد نظرمو که به نظرم یک چیز سبزی عین خودش باشه خیلی بهتر میشه. اینا به این میگه موهیتو، که موهیتو اوکیه، ولی میخوام که اینش سفیدتر باشه. و اینجا باید ریورس هم شه، حوصله ندارم. تا اینجوریش، تا اینجا اوکیه همه چیز. بعدش نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اون مستطیل بالایی که متن توش قرار میگرفت. یو رو میزنم تا این انتخاب شه. استروک 0 فیل فعلا مشکی، میگیرمش و از اینجا با آلت هم میگیرم که اینجوریش. بعدش اینو میارم اینجا 100% وسط، اصلا چشمی معلومه. این داداشمون رو میام کلیک میکنم، فتوشاپ 2025 رو 2025 فتوشاپ 25 رو دارم استفاده میکنم. از اینجا روی این میزنم و اینو میذارم 20، این رو هم میذارم 20. خب و اینتر رو، حالا 20 خیلی کم بود به نظرم، 20 خیلی کم بود، میتونم بذارم روی 100. 100 هم هنوز کمه، 130 خوبه اینجوری. بعدش میام اینجا روش کلیک میکنم و میام و بلدینگ آپشن رو انتخاب میکنم تا بتونم یه گرادینتی بهش بدم دیگه. بالاخره گرادینت رو انتخاب میکنم و از اینجا همون گیرین، اما این دفعه اون محیطایی که خب گفتم خیلی جذابه، حالا نمیدونم گفتم یا نه، ولی خب یک کمی باید این وریه روشن تر بشه. خب و این انگلش هم بیا روی 0 به این شکل، اونجوری که دارید میبینی خوشگل. بعدش میام اون استندی که داشتم رو انتخاب میکنم و کوچیکش میکنم، میارمش اینجا به این شکل میذارمش. بعدش میام از داخل adjustment brightness and contrast یک کمی میارمش کمتر میکنم و فقط میندازم روی این استند با alt. خب و کنتراستش هم یک کمی زیادتر میکنم. بعدش از داخل کالر بالانس که خیلی مهمه، این رو هم میندازم برای این و اینو یک کمی میارم سمت آبی بلو و این رو یک کمی میارم روی کین. متوجه شوید چه تغییراتی ایجاد شد دیگه؟ یک کمی هم گیرین. خب و چیز دیگه نیازی نیست به نظر من، به جز یه جاهایی که باید تغییر کنه تغییر رو میدیم، مثلا نیاز استروس اینجور چیزا نیست. کدوم یکی رو بذارم؟ اینو میذارم. اینو کوچکترش میکنم همینجوری. میخوام آره جوری که دلمون خواست نشد، اما اشکال نداره، اینو بزرگتر میکنم و میارمش بالاتر و حل. این تا اینجا. این رو هم از داخل همون adjustment ها برایتنسش رو یک کمی به نظرم کمتر بشه حله. کنتراستش هم یک کمی بیاد پایین تر و کالر بالانسش هم میشه گفت که بریم به همون سمت سرد بودن. خب حل اینم حل چشات. چیکار میکنم؟ این از اینجا میام اینو انتخاب میکنم، یه کنترل جی میگیرم ازش، یه کپی دوپلیکیتش میکنم. خب اینو میندازم زیرش تو لایه ها، میارمش پایین. خب این نه این داداش. خب
اینجوری بیارمش از زیر لایه های ایور که دیده شه، بتونم با موو تول تکونش بدم. از اینجا کنترل تی میزنم و روی این گزینه کلیک میکنم تا چپش. حله. بعد شیفت رو میگیرم یک کمی رو اینجوری تر میکنم، میارمش اینجا و آره میزنم. اپاسیتیش رو خیلی کم میکنم و با ای یا همون پاک کن هاردنسش کامل 0 اینجا رو پاک میکنم تا یک کوچولو بمونه. خب این از این. بعدش میام اینجا روی این کلیک میکنم، یه لایه جدید براش ایجاد میکنم و این رو میزنم، آلت رو میگیرم که درست بشه دیگه. بعدش میام اینجا او رو میزنم و بورن دوج رو انتخاب میکنم، یه کمی اندازش رو بزرگتر میکنم، اینجا رو مشکی میکنم، اینجا رو تاریک تر میکنم در واقع. روی لایه هم کلیک میکنم و این کار رو انجام میدم و آره. خب اینجا مینویسم تکستمو با فونت دوران مینویسم نمایشگاه خودرو. داداشم رو میارم اینجا، کنترل تی رو میزنم، حالا اول این انتخاب شه، اینو میزنم کنترل تی که بتونم چیز کنم، یه کمی آلتو میگیرم میکشم تا ابعادش درست مشخص شه. خب اینجا خوبه. آره. بعد باید بیارمش اینجا یک کمی با شیفت اینو اینجوری تر کنم که جذاب تر شه. فقط فونتش یک مشکلی که داره اینه که فکر کنم روی دوران بولد نیست. آره درست، دوران بولد نیست، دوران باید بولد باشه. چیکار میکنم الان؟ این تا اینجای کار رو به استایل تکست بعدن میپردازیم. اینجا یه چی میکنم که درست بشه همه چیز، پلیس امبد رو میزنم و این دوتا ماشین رو انتخاب میکنم، میذارمش اینجا، میچرخونمش کوچیکتر اینجا. بعدش ازش کپی میگیرم، میام داخل فیلتر بلر، موشن بلر رو میزنم توی یه زاویه همینجوری، دیستنسش رو میارم پایین‌تر، تو زاویه درستی که هسته دیستنسش رو میارم خیلی خیلی پایین‌تر و اینو میندازم زیر این لایه. یا نه همون رو بمونه، یا نه بذار یک فکری که بکنم اینه که فیلترش رو یک کمی قوی تر کنم، دیستنسش رو که از اونجا بزنه بیرون و بزرگترش هم کنم لایه زیری رو، لایه زیری یک کمی بزرگتر، یک کم کافیه و فیلترش رو دوباره باید متاسفانه بیاریم بندازیم. البته فیلترش اومده خودش. خب این از این. و این لایه بالایی که انتخاب شده رو میگیریم، این رو میزنیم و اسمارت آبجکتش میکنیم و براش رو کوچیک میکنیم، از اینجاها میزنیم که کمتر شه. یک همچین حس عجیب غریبی به آدم دست میده. برای ماشین قرمز هم همین کار رو تقریبا که نه دقیقا انجام میدیم. اینو اینجا میذارم، میتونم پشت دارشمون بذارم، همه چیزو کوچیکش کنم
بچرخونمش و اوکی رو بزنم. یه کنترل جی بگیرم، لایه پایینی رو انتخاب کنم، یک کمی بزرگترش کنم، به این شکل. بعدش بیام اینجا فیلتر رو بزنم، بلر و موشن بلر، همون دیستنس و انگل و همه چیز. بیام لایه بالایی رو بزنم، بیام اینجا و اسمارت آبجکتش کنم و بزنم محوش کنم. خب اینم از این. بعدش چیکار کنم؟ الان قراره که بپردازیم به اون توپای پاسیلی که بهتون گفتم. اونم تقریبا میشه گفت اینه، همینه، هیچ چیزی نداره. من دارم یک چند تا ازش، از اون توپ پاسیلیا ناشی چند تا ازش دارم. خب الان مثلا اینو میندازم، و اینو بالای 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 بالا قرار میدم به این شکل. بخوام بهتون بگم چجوری باید ساختش، اینجوریه. اول از همه یو رو میزنم و داداشم دایره رو انتخاب میکنیم، یا همون الیپس تول. اینو میگیرم، شیفتم میگیرم که دایره منظم و دقیق بده. میام اینجا بلدینگ آپشن و گرادینت هرچی میخوام میذارم. چرا بمیدم تو پترن، نمیدونم چرا گرادینت. خوب، و میام و یک قرمز تور، این خوبه، فقط رنگ روشنترش باید خیلی روشنتر باشه و این از این باید یه همچین چیزی داشته باشه که اون رنگ روشنتر بخوره بالاش و با زاویه بهتری کار رو انجام بده. این تا اینجای کار. بعدش میام اینجا از داخل فیلتر بلر، موشن بلر رو میزنم، خیلی خیلی کمتر، و یه انگلی هم بهش میدم. اوکی رو میزنم. بعدش کنترل رو میگیرم و روش کلیک کنم، زوم که میکنم که دقیق تر بزنه. او رو میزنم، اینجا رو تاریک تر میکنم و دوج تول رو برمیدارم و اینجا رو روشن تر میکنم. تمام. کنترل دی و این از این. کارا میتونم موشن بلرش رو بیشترم کنم، چون آره این الان چیز خوبیه. اینو میذارم اینجا مثلا، و اون چند تا چیز دیگه هم که اون چند تا توپ دیگه هم از اینجا برش میدارم و میذارم اینجا. اوکیه، ولی این با یه سایه ریزی بخوره که سایرم حالا نیاز نیست بگم کار عجیب غریبی کنیم. اصلا اون بلدینگ آپشن میریم، یا آدرگلو بهتره، فکر کنم آدرگلو چیز قشنگتری در بیاد. اوپاسیتی بیشتر، سایزم بیشتر. آره الان قشنگتر شد. که ما بذارین باگم درست کنم. خب این از این. فقط میمونه استایل تکستش که این نمایشگاه خودروه، باید تکستش چیز قشنگی بشه. میام بلدینگ آپشن رو باز میکنم، یک گرادینتی بهش میدم. نه هر گرادینتی، یک گرادینت گری سفید اینجوری میدم، چون ماشینه دیگه، ماشین دیگه. و یه بول امبس نرمی هم میدم، خیلی نه. اوپاسیتی کم، اوپاسیتی کم. بعد اینجا استایل اینجوری کنم، اوپاسیتی رو زیادتر کنم و حل شه. سایزم که باید، یا خدا نه، سایز همینجا خوبه. و سافتنم تا ته زیاد میکنم که یک
حس حبابکی طور داشته باشه و زیادم معلوم نکن. از اونجایی که این داداشمون و این داداشمون خیلی 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 چیزن، متوجه میشید؟ اینو اینجا میذارم و اینتر رو میزنم چون این بالا خالیه، فضای منفی و مثبت تر زده شده. اینو میذارم اینجا و پوستر ما تقریبا میشه گفت حاضره. فقط یک کمی اینجا توپ بد احساس میکنم چون اینجا بهتر شد. و اگه بخوام اون چیرم قشنگ‌تر جلوه بدم، اول تمام این ادجاستمنت و لایه که بهش خورده رو باش مرج میکنم، بعدش یه کپی ازش میگیرم، اون کپی رو کوچیک‌تر میکنم، کنترل تی میزنم، چپش میکنم، میارم اینجا دقیقاً عین هم، چون باستاب نیازه دیگه. شیفت هم میگیرم که دقیق بیاد. کمی زومش رو آن زوم کنم، دوباره اینجوری بیاد پایین تر. اینجا این بیا زیرش، اینجا اوپاسیتی کم، خیلی کم شد. اینم بردارم بیارم اینجا، ای رو بزنم بزرگش کنم ای رو، و اینجا رو اینجوری پاک کنم تا یه حس شفافتر طوری بهمون بده. و احساس میکنم این یک کمی بد شده، الان بهتر شد. خدا وکیلی میتونم یه کاری کنم و بسید که حالا من میام اینجا چند تا لوگو ماشینم دانلود کردم، لوگو خودروسازی که تسلاه، که دونه دونه اینا رو چیز کنم، باز کنم و ادیتمو که میخوام روش انجام شه رو انجام بدم. اینجا فقط و فقط یه براش سفید بخوره، سفید رو به سبز. من نمیخوام که اونجوری، البته میتونم از یه کار دیگه استفاده کنم، البته اگه بشه، فکر نمی کنم بشه ولی خب ما امتحان میکنیم. روش کلیک میکنم بلدینگ آپشن، البته نه نمیشه، الان که دارم بهش فکر میکنم قرار نیست بشه. دوباره کنترل و این اینو برمیدارم و میارم اینجا میذارم. این اینجا اینم همینجوری توی تا وسط، چون پیشکسوته بالاخره. البته اون ماشین دیگه هم که قرار بیاد اونم پیشکسوته، ولی خب دیگه اینجا خوبه. اون ماشین دیگه مونم که فورده، که اینا همشون تقریبا میشه گفت با اینکه تویوتا ماشین قدیمیه ولی خب مینیمال زده. اینو با میشه یه کاری کرد. حالا چه کاری کرد؟ اینه که بیام دونه دونه این رنگا رو جدا کنم، رنگ آبی رو، اونا رو تغییر بدم رنگش رو، که میتونم از داخل نه دیگه بیام این بک‌گراند و اینا رو تغییر بدم. اونو ادجاست کالر رو میزنم که توی فتوشاپ جدید 25 عرضه شده. این رنگ رو میام به همون سمت و سوی سفید اینا میبرم، سفید. اینم از اینو میندازم اونجا داخل همون فایل. چرا اینجوری داد؟
البته اینو باید با هم چیز کنم. ای کلک آدم زرنگ حواس ما رو پرت کرد. خب اینم میارم اینجا، اینم میندازم. حالا درست رنگ جذابی نگرفت ولی خب همینم خوبه. این اوکی میزنم. توییتا باید یکم بیاد این ورتر. و اینم از این. شیفت کنترل آلت اس اینجا جپگ ماکسیموم کوالیتی 100 سیو میزنم و تمامش میکنم با یه اینتر. و اینم از فایل نهایی. اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو لایک کن، کانال رو فالو کن. شماره